این چیزکیک رو برای هر کی که درست کردم گفته لطفاً یه بار دیگه درستش کن. خیلی خوشمزه است و درست کردنش هم خیلی راحته. بریم ما هم آموزشش رو ببینیم. نیاز داریم به 2 بسته پنیر خامه‌ای. پنیر خامه‌ای ویلی میتونید استفاده کنید، هراز و کیبی. این 3 تا بهترین پنیر خامه‌ای ها هستن. احتیاج به 2 بسته خامه 200 گرمی هم داریم. یعنی جمعاً 600 گرم پنیر خامه‌ای و 400 گرم خامه صورتی داریم. پنیرها و خامه ها رو داخل یه ظرف میریزیم، بعد 200 گرم شکر اضافه میکنیم و بعد با دور کند همزن شروع به هم زدن میکنیم تا جایی که شکر آب شه داخل خامه و پنیر خامه و به این فرم در بیاد. در این حالت دست از هم زدن برمیداریم و زیاد نباید این چیزکیک هم بخوره. بعد از اون تخم مرغ ها رو اضافه میکنیم. 4 عدد تخم مرغ کافی هستش و بعد باز هم با دور کند همزن شروع به هم زدن میکنیم تا جایی که مایمون یه دست بشه. بعد از اون احتیاج به 3 قاشق غذاخوری سرپر آرد سفید داریم و 1 قاشق غذاخوری نشاسته ذرت. وانیل رو هم اضافه میکنیم، ولی من چون وانیل نداشتم 1 قاشق غذاخوری عرق هل و 2 قاشق غذاخوری گلاب استفاده کردم که نتیجهش خیلی خوب بود. بعد از اضافه کردن آرد با لیسر یه مقدار هم میزنیم و بعد از همزن استفاده میکنیم که آردا توی هوا پخش نشه. بعد از اینکه مایه یه دست شد چیزکیکمون آماده است. حالا میریم قالب رو آماده میکنیم. قالب برای این مواد 20 سانت من استفاده کردم چون میخواستم یه مقدار قطرش بیشتر شه برای کیک تولد استفاده کنم. تا 25 سانت هم خوب هستش. 3 تا کاغذ روغنی باید داخل قالبمون بندازیم و کاغذ روغنی روی رو به روغن آغشته کنیم و با قلم سراسرش رو روغنی کنیم. بعدش داخل قالب میندازیم. من از قابلمه استفاده کردم که دسته هاش پلاستیکی نیستش، فلزیه، برای اینکه تو فرن میخوام قرار بدم و چون که قالب 20 سانت میخواستم از این قابلمه استفاده کردم. بعد مایه رو داخل قالب میریزم و من برای پخت از سولاردوم استفاده کردم. دمای 200 درجه به مدت 40 دقیقه حدوداً نیاز داره تا پخته شه. بعد از پخت کیک پف میکنه. اجازه میدیم 2-3 ساعت داخل همون فر بمونه و پف وسط کیک کاملا میاد پایین و در نهایت چیزکیکمون به این شکل در میاد. حتما بعد از پخت 7-8 ساعت داخل یخچال قرار بدید. خیلی خوشمزه است. برای کیک تولدم میتونید درست کنید و روشو پر از گیلاس و آلبالو کنید که خیلی ترنده. نوش جون.